رکورد لاست آف اس 2 تو گیم آواردز بالاخره شکسته شد، اما حتی یه گیمر هم از رونمایی مراسم راضی نبود. کلر ابسکور با گرفتن 9 جایزه تو TGA رکوردی رو ثبت کرد که احتمالاً تا یک دهه آینده شکسته نمیشه. حالا اکسپدیشن 33 بالاتر از لاست آف اس پارت 2 پر افتخارترین گیم این مراسمه. این وسط بازی ایندی دیگه هم دست خالی نموندن. سیکسانگ و هیدیز 2 هر کدوم با یک جایزه مراسم رو ترک کردن. اما بزرگترین نقطه ضعف مراسم رونمایی‌ها بود. گیمرایی که با دیدن اون مجسمه معروف منتظر رونمایی الدن رینگ و بلادبورن 2 بودن، آخر مشخص شد یه دونه بازی جدید از سازندگان بالدورز گیت 3 گیرشون میاد. 2 تا توم ریدر هم معرفی شد که به شکل احمقانه ریمیک نسخه قدیمی از بازی جدید این سری خیلی جذاب تره. فارست 3 معرفی شد که این بار تو فضاست. کپکام هم لیان کندی رو نشون داد که احتمالاً اکسیر جوانی یا تریاک مصرف میکنه که پیر نمیشه. و یه بازی جدید از سری استار وارز به اسم فیت آف دی اولد ریپابلیک که توسط سازنده مس افکت داره ساخته میشه. و همین، نه الدر اسکرولز 6، نه گادآوار مصر، نه ریمیک اساسینز کرید بلک فلگ، هیچ کدوم معرفی نشدن. همه معرفی ها رو گفتم دیگه، درسته؟